سلام دوستان عزیز، دکتر ارشی هستم. لطفا اگر این ویدیو به دردتون خورد حتما لایک بکنید و سابسکرایب بکنید و با دوستانتون شیر بکنید. ببینید این کاری که میکنید هم به چنل من کمک میکنید، هم یوتیوب این ویدیو رو به عنوان ویدیویی که ارزش داره با افراد دیگه شیر میکنه، بهشون پیشنهاد میکنه. در نتیجه این اطلاعات در سطح جامعه پخش میشه و امیدوارم به افراد بیشتری بتونه کمک بکنه. ببینید دوستان، در این ویدیو من میخوام باز دوباره راجع به تریاک به صورت بسیار مختصر و مفید توضیح بدم. اگر دوست دارید منو همراهی کنید. دوستان عزیز، من یک ویدیو راجع به تریاک و اثر منفیش روی کرونا ویروس توضیح دادم و خیلی‌ها دیدن. امیدوارم افراد بیشتری هم بتونن ببینن. لطفاً حتما شیر کنید با دیگران. اما چون تعداد زیادی من مسیج گرفتم از افراد مختلف که هی میگن من دوستی دارم که تریاک میکشه کرونا ویروس نگرفته، من خانواده‌ای میشناسم که تریاک میکشن همه هیچ کدوم کرونا ویروس نگرفتن، من خودم تریاک میکشم فلان، من نمیدونم تریاک ماده‌ایه که برای بیمار خوبه، تریاک داروی گیاهیه، نمیدونم هزار و یک مسئله دیگه. ببین مشکل اکثر افراد میدونید چیه؟ اکثر افراد اطلاعاتشون جمع‌آوری شده از حرفایی که از پدرشون، پدر بزرگشون، دوستشون، بقال سر کوچه، نمیدونم تاکسی محل و شنیدن. و اینه که ما با هر کی صحبت میکنیم ماشاءالله راجع به همه چیز اطلاعات داره، راجع به فواید تریاک اطلاعات داره، نمیدونم چه چیزی واسه این خوبه، چه چیزی واسه اون خوبه. و اگر بگی اینا رو از کجا آوردی، هیچ کسی کتاب به شما معرفی نمیکنه، میگه مثلا از فلانی شنیدم. ببینید، بله شما ممکنه فردی ببینید که تریاک میکشه و فکر کنید این آدم کرونا ویروس نداره. اولا تعداد بسیار زیادی از معتادین بر اثر کرونا ویروس مردن. ببینید از تریاک هروئین میگیرن، هروئین که از تریاک قوی تره. تعداد افرادی که از هروئین در قسمت‌های جنوب شهر بر اثر کرونا ویروس مردن، برید خودتون پیدا کنید، من نمره به شما نمیگم، شماره به شما نمیگم. بعد میایم سراغ تریاک. خب مثلا میگیم نه تریاک از هروئین بهتره، اون مثلا شیمیاییه، این بیشتر گیاهیه. نه عزیز من، تریاک هم ماده اصلیش چیکار میکنه؟ مورفینه. ماده اصلی تریاک هم باز برمیگرده همون مورفینه. حالا این که شما فکر میکنید فردی تریاک میکشه و کرونا ویروس نگرفته، این در چشم شما اینطوریه. بذارید براتون یه مثال بزنم. شما خیلی رو میشناسید کمردرد دارن، از کمردرد تریاکی شدن، از کمردرد به شیره پناه بردن. چرا؟ تریاک و شیره درد این افراد رو میندازه، ولی کمردرد که سر جاش هستش، دیسک کمر که سر جاش هست، اون مشکلشون که برطرف نشده. ظاهر امر اینه که این فرد خوبه. ما یکی از دوستانم که در دانشگاه تهران کار میکنه، دوستی داشتن که این فرد تریاک میکشید، رفت آزمایش خون داد، فهمید که سرطان ریه داره، بسیار پیشرفته، تریاک رو قطع کرد، بعد فوت کرد. همه برگشتن گفتن چون این تریاک رو قطع کرد این سرطان ریه اینو کشت. نه، این چون تریاک میکشید درد سینه‌ش رو احساس نمیکرد، التهاب سینه‌ش رو احساس نمیکرد. ببینید تریاک بسیار ضد درد و بسیار ضد التهابه، بسیار قوی. در نتیجه اون فرد کرونا ویروس داره ولی متوجه این مشکل نیست، متوجه نیست که این داره تمام بدنش رو میگیره. کرونا ویروس که فقط ریه شما رو از کار نمیندازه، کرونا ویروس کلیتون از کار میندازه، کبد از کار میندازه، باعث لخته خون میشه. خب بله، طرف تریاک میکشه، متاسفانه کرونا ویروس هم داره، حالا مثلا 4 تا سرفه کمتر میکنه، بعد تریاک تاثیر مثبت داره. نه دوست عزیز، اینطور نیست. لطفاً راجع به حرفی که میزنید، راجع به اطلاعاتی که به دیگران میدید، ازتون خواهش میکنم 2 تا مطلب علمی بخونید، 2 تا از گوگل استفاده بکنید. اگر دیدید که 4 تا مقاله علمی حرف شما رو واقعا ثابت میکنه و بهش اعتقاد داره، اون وقت این مسئله رو شما به دیگران هم انتقال بدید. ببینید تریاک بسیار بده، بسیار برای این بیماری مضره و شانس شما رو برای زنده موندن کم میکنه. این بسیار ساده و مفید براتون توضیح دادم. امیدوارم که به دردتون خورده باشه. لطفاً این ویدیو رو با دیگران هم شیر بکنید، حتما لایک کنید و تا دیدار بعد همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.